11 ماه قبول شده شد این قرار. ما 20 شکایت آوردیم از بالایش. خالق نظر جمعیف میگوید 4 ماه باز در پی مجازات عاملان قتل برادرزاده اش است. وی حکم اخیر دادگاه را نپذیرفت و آن را بدلیل نامید. شاهدی پیدا نشد. هیچ دلیلی را پیشنهاد نکردند که واقعا تصادف بودن حالت را تصدیق کند. مثلا سخن درباره یک تیر نه 2 تیر می رود. امکان پروندن تصادفاً 2 تیر این به نظر ما خیلی شبهه آور است. دوم این که شاهدانی را به سود پیشنهاد کردند که هیچ یکی از آنها حالت را ندیدند، فقط صدای تیر را شنیده آمدند. جانب دیگری بحث به این گفته ها راضی نیست. سنگک صبورов وکیل دفاع عیبدار شونده نسیم امیرزاده در صحبت تلفنی گفت حکم عادلانه است چون شخص زیر حمایه او هم خدمتش مهرانشاه جمعیف را قصدا نکشته است. قصدا نکردم در شعبه وزارت کارهای داخلی بکنم. من شما دوتا نوبتچی‌ها مهرانشاه جمعیف 25 ساله روز 7 فوریه هنگام سپردن سلاح در جای کارش بینای شعبه کارهای داخلی ناحیه 5 کشته شد. دادگاه روز 11 می همکاری اون نسیم امیرزاده را در این واقعه گناهکار اعلان و به 3 سال حبس سکونتی محکوم کرد. این چنین حکم کرد که امیرزاده به پیوندان افسر کشته شده 100,000 سومانی پردازد. وکیل دفاع نسیم امیرزاده از مبلغ 100,000 سومانی تاوان ناراضی است. از طرف دیگر پیوندان افسر کشته شده از دادگاه ولایت ختلان طلب دارند که قرار دادگاه 5 را بیکار کند. قضیه مرگ پلیس حالا در دادگاه ولایت ختلان است و معلوم نیست که این زینه دادگاه به شکایت دو طرف چه پاسخ می‌دهد. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.